میدونستی هشت‌پاها انقدر موجودات عجیبی هن که بعضیا باور دارن اونا از فضا اومدن؟ هشت‌پاها موجودات فوق‌العاده مرموز و عجیبی هن. اونا 3 تا قلب دارن، رنگ خونشون آبیه و سیستم مغزیشون انقدر پیچیده است که از حل کردن معما تا باز کردن قفل و حتی حل کردن پازل برمیاد. هر بازوی اونا مثل یک مغز جداگانه عمل میکنه و اگه یکیشون قطع شه مثل دم مارمولک دوباره رشد میکنه. اونا میتونن خودشونو طوری استتار کنن که به طور کامل نامرئی بشن و چون بدنشون استخون نداره میتونن از جاهای خیلی خیلی کوچیک رد بشن. از همه اینا عجیبتر دی ان ای هشت‌پاها به هیچ کدوم از موجودات روی زمین هیچ شباهتی نداره. دانشمندا هنوز دقیق نمیدونن که چطور هشت‌پاها این همه قابلیت رو دارن و نظریه های واقعی وجود داره که احتمال میدن ژن هشت‌پاها میلیاردها سال پیش طی برخورد یه شیء فضایی با زمین اتفاق افتاده باشه و این یعنی هشت‌پاها ممکنه مهمونهای فضایی واقعی باشن که توی عمق اقیانوس‌ها پنهان شدن. نظرتو برام بنویس.